پس خوش اومدید به ویدیو جدید چنل خودتون. من دیروز ویدیو شورتی گذاشته بودم که داخلش گفته بودم من یک مپ هارکری رو استارت میخوام بکنم و اسم مپ رو از داخل کامنت رو انتخاب کنید. بچه ها اسمی که بیشتر لایک رو گرفته بود این داشتمون بود. الان میارم اسمشو میارم کنار صفحه. الان ایشون این داشتمون بیشترین لایک رو گرفت. اسمم کامنت که گذاشته نوشته اسمشم که هست هپی. پس ما مپ هارکورمون رو اسمشو میذاریم هپی. بچه یه کاتی زدم این وسط خیلی طولانی بود. اسمون نگاه ناموسن داخل آب. اولین کاری که هر ماینکرافت پلیر میکنه میره چوب میزنه. خب ما بریم چوب میزنیم. خب پس میخواد چیکار کنیم؟ داش این چوب میزنیم. بریم چوب بزنیم. بچه ها لایک کن. خیلی غیر منتظره بود. یه حاجی چوبا رو بزنم ناموسان. بریم گنگ یه اوکی این چوبا رو گرفتم. بریم ناموسان. حاجی من دنبال این چیزم، این سیخا. میدونی چرا؟ خب میدونی ناموسان اینا رو میری برای چی استفاده میکنن؟ لاوا بی نهایت. اگه آموزشو میخواین داخل کامنت ها اعلام کنید. مطمئنم کنید. حالا خلاصه بلا ویو یه خب بریم وسایل خودمون رو بسازیم. همیشه باید یه دونه کرافتینگ تیبل رو بسازیم. کرافتینگ تیبل آجی اینو چرا گذاشتم مثلا برادر تریاکی باشه. اوکی پیککس چوبیمون رو بسازیم و بریم استون جمع کنیم و وسایل سنگی رو بسازیم. بریم کندکاری کن دین کندکاری کن دین کندکاری کن دین کندکاری کن کندکاری کن کندکاری کن کندکاری کن کندکاری کن کندکاری بسته. خب کندکاری کردیم. بریم وسایلمون رو بسازیم. پیککس وسایل لازم. پیککس شمشیر عکس هم که ساختیم. شمشیرم ساختیم. پیککس هم ساختیم. نمونه دست بیل اینجا یه دونه چوب یه نه دست بیل. اوکی مرتب کنیم. مرتب دی زبانه نکردیم مرتب. خب اینو بگیرم کرافتینگ تیبل رو یه آجی گوسفند بکشیم. بچه این مادی تریدر چی آجی ناموسن تریدری؟ این مادی رو ریسورس پک که ریختم اینجا کلا ماینکرافت عوض میکنه. ببین کلا مابا راه رفتن واسه درخت ها شدن کلا وسیله ها فرق میکنن. بچه ها شوگرکین هم بگیریم. این لازمه این چندین تیبل بچه ها. پس بریم یک سرعت ویدیو زیاد کنم. بریم ویلج پیدا کنیم. Let's go. DJ حمید خارج ناموسن یه دونه ویلیج پیدا نمیشه. ناموسن یه دونه ویلیج بده دیگه. من نهایتا بتونم این دابل بیلاخی رو بهت بدم.
ریل هم پیدا نکردیم. توف تو این زندگی ناموسن. شانسمون هم که خدا رو شکر. چی بود این گسترده؟ چی زدی داداش؟ فکر کنم به خاطر ریسورس بکی. آره بچه ها نشد دیگه. انشالله پارت بعد ویدیو همین موارد ادامه میدیم. پارت بعد قراره از این دریا عبور کنیم بریم اون طرف، یعنی از آسیا بریم اروپا. پس ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارین که ویدیو چطور بود. پس خدا نگهدار.